بخیر ریزو اینجاست. شما گفتم بهتون که هی ریزو چه از در داخل این؟ در داخل این یک چیزی خیلی مهم است که میتواند سلامتی من را سالم نگاه دارد و طول یک 3 ماه اخیر من در حقیقت که مشکلی داشتم، مشکلی با سلامتی. البته که سلامت هستم ولی کم قدم میزدم، کم بیرون میرفتم و قریب یک 3-4 ماه میشد که فوتبال هم بازی نکردم و این خیلی بد است چون که من رو میتواند از ورزش دور برد. در حالی که 3-4 خانه او طرف ترک ما داریم تالار ورزشی ولی وقت رو بسیاری باید نگیرد و من فکر میکنم که اون کیفه هم بوده نمیتونم. برای همین این رو خریدم و این دیگری که میبینید این مت هست، متی که در زمین میپرتوی او با ورزش مشغول میشوید و بیاید اول از مت آغاز کنیم. خب اول از مت آغاز میکنیم. این است مت و چطوری که شما میدونید رنگی سبز، این سبز و کبود اینا پسندیده ترین رنگ ها هستند و سفید هم البته. و ولی برای همین من این گونه رنگ رو گرفتم و اکنون الکی که اینها رو دارم برای با ورزش مشغول شدن خب در داخل خانه و اگر شما اشاره کرده باشید یا اینکه اهمیت داده باشید از ماه مارت اپریل و این ماه سوم میشود که من به دیگر خانه کوچیدم و این خانه من خیلی کلانتر از نظر به خانه‌ای که در پیش داشتم و برای همین جای زیاد خالی مانده است و من فکر کردم که در یک قسمش استودیو میسازم، در یک قسمش برای خواندن، نوشتن تا که با چیزهای فیزیکی سر و کار داشته باشم و در این طرف البته که همون دستگاه رو گذاشتم برای یا اینکه تخته صنفی رو گذاشتم برای نوشتن و در اینجا در قسم دیگرش میخوام که برای ورزش جای آماده کنم که دیگر در همه چیز در همین داخل باشد، دیگر بهانه نشود. و من این بود اول مت ورزشی و این رو میگذارید و برای سالمی خوب است و با ورزش مشغول میشوید. این خانم ما جکیدیم. بله این گونه هست و از طرف رنگی سبز و این طرف هم بله رنگی سیاه و من فکر میکنم که صفتش هم خوب است و بعد کجایی که رفتی با خود میتونی گرفته اینا بردن. بله این بود مت و اینا در اینجا در اینجا میتونیم در اینجا میتونیم. خوب اکنون آمد وقت برای از همه مهمترین دستگاه امروزم تا که اونو کشویم. اوپس یک قسم When I was young, me and my mama had beef. 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see her face. Ain't no woman alive that could take my mama's place. اینها رو در یگانجا موندن در کار چون که اگر که من باز از این خانم کوچیدم یگان جای دیگر رفتم باز همین کارتونش گیریم و جمع‌آوری کرده بریم برای همین اینا رو نوتیس کردن در کار نیست. And scared to go home, I was a fool with the big boys breaking all the rules. I shed tears with my baby. حجت گذاری ها، حجت ها، دانشنامه ها و مثل که ما در ایتی آموز داریم که دانش بنیاد اینا هم دانشنامه ها دارن. Over the years we was poorer than the other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused, it was hell. Hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I could pay you back. But the plan is to show you that I understand. You are appreciated.
خب نگاه کنید ما با طریق همین پولت اینا میتونم اداره کنم اگر خواهم از همه بلندش میرود از همه خواهم باز بسیارتر تیز میدوی و باز تیزتر میدوی و این از همه خوردش که راه میگردید. خب یکی از سوالی که من خبر کردم اون است که چطور که شما میدونید ما استالی که دارم که جوش میخیزه درست میشه و ما میتونم که راست استاد کار کنم و اگر این در تگ استال باشد ما میتونم که راه گشته کار کنم ولی اول امتحان میکنیم ولی بعد وزیر در بالای بله ما میتونم که راه گردم خب تیز راه گردم و میتونم باز بله You are appreciated. Now ain't nobody tell us it was fair. No love from my daddy cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry cause my anger wouldn't let me feel. بله این از همه آیسته راه میگردی فقط و اگر خواهی تمام رست واو یک چی با ما پسر آمده یک چیز این است که برکمش که والا چیزی کدام پاهم کم ترک چیزی بود این یک دیگر این که پول در دست دارد و نمیدونم که برنامه تلفنی داره یا که نداره چون اگر که در دست پول باشه یا بوداوی بگردی این کار خوب نیست و این گونه آمدیم که با طریق صدام کار میکنن که میگویی هی استاپ کار بس میکنن ولی باز ما یه تست میکنم و با شما گپ بزنم چون که این بار اول است که من این محصولات دیده ایستادم. خب همون لحظه خیلی مهم فرا رسید لحظه ای که ما این دستگاه را خریداری کرده ایم این دستگاه است یا اینکه تجهیزات درسته اینا رو من نمیفهمم این دستگاه کامپیوتری نیست البته ولی با فکرم که دستگاه است که کار میکنه device or device yes اوکی خب سوالی که من همین دستگاه رو خریده بودم اون است که من میخوام اون رو در همین رو بذارم خب تا که وقتی که من خسته شدم از ایستادن با طریق همین دوستی عزیزم با طریق همین دیگر آن رو استفاده نبرم و از جای خسته راه گشته کار کنم تا که سلامتیم خوب باشد این خلاص برای سلامتی و برای این کار کردن البته که ما لازم است که این توکمه رو زد کنیم توکمه یک و این باید که از جایش خیزد وقتی که از جایش خیز اینجا لکه خالی می شود خب لکه خالی که شد از جایت می خیزی و کار میکنی و بعد با دیگری زیبایی مانیتوری من اون است که من میتونم که آن رو بالا و پایان کنم برای مثال من رو میتونم که بالا کنم و آن رو میتونم که پایان کنم میخواست و این هم زیبا است یعنی چرا که این زیبا است چون که برای سلامتی خوب است که تو میتونی که برای راست استی میان در نکند خب اومن آدمی سالم چون که وقتی که بدنت سالم باشد کارت هم سالم میشود زیبا میشود نه خلاص و بله باز میگم که این خیلی ارزان ترین ها بود که من این رو خریداری کردم که ممکن که باشد 350 یورو ممکن 3600 سومانی باشد برای سلامتی خوب است خیلی نه شاید که بفایده بود مصرف شاید که بفایده بود این شب بعد از یک ماه میبینیم که کنی تا کجا این با سلامتی ما فایده میرساند ولی به هر حال گپ زیادی بعد میگم I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate. You're just working with the scraps you was given. And mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough and you're alone. You're trying to raise two bad kids on your own. And there's no way I can pay you back. But my plan is to show you that I understand. You are appreciated. همون لحظه فرار رسید ایسته اگر که نماده یک گذارم بعد ستول با در که جو میگذارم من این ستولم این هم با یک سوال دیگر هست که از روی تجربه با میبینیم با میبینیم که چی گم میشوند ولی برحال بله همه چی گل باقی بابا اوکی
بگیریم که ریزا این باور کلانتر میکنند کم درگیرم بزرگتر کنیم خب این خیل و بگیریم که یک نواری در سینما من تحریر کرده ایستادم و بگیریم که من کار کرده ایستادم آغاز میکنیم 3 2 1 go اوپس اوهو بله زبوگیش این است که من راه میگردم خب این راه گشتن است بله این خیلی اوپس او نه این خیلی بله ما فکر میکنیم در وقتهای صحبت وقتی که یکان مجلسی آنلاینی میشود یکان مجلسی آنلاینی است یا که یکان زنگای زوم است با دوستان که بیاگیریم 1.5 ساعت 2 ساعت صحبت میکنیم و یا اینکه نمیدونم مجلس های بفایده که در شرکت ها میگذرد و وقتی تو بفایده میگیرن ما فکر میکنیم که این زیبا است هم در اون وقت باید راشتا گوش میکنی و هم با راه میگردی برای سلامتی این زیبا ما فکر میکنم I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. And there's no way I can pay you back, but my plan is to show you that I understand. You are appreciated. Dear mama, appreciated. Don't you know I love you, sweet lady? Don't you know I love you, sweet lady? Yo, thank you guys so much. Yes, I'm free. Sí, estoy libre. بله سوی مهربان سی استوی لیبره کتابی که میبینید این بود همان دستگاهی که من خریداری کردم و چند دقیقه آخر در حقیقت ما پیشم اومدن این زمان با ورزش مشغول شدم با ببینید در حقیقت که و تشکر زیاد که این نوار رو تماشا کرده و با بسیارتر در مورد این دستگاه من در نوارهای آینده صحبت خواهم کرد ولی مقصد من همین است که یک مکان سازم که آنجا مکان دانش باشد مکان علم باشد مکان سالمی باشد مکانی باشد که تو وارد شوی در آنجا حس کنی که بله همچون انسان زندگی میکنی و هم معنی سرت علم گیرد و هم بدنت هم حالا نقشه دارم که در این طرف کتاب های زیادی رو جمع آوری کنم گذارم تا که جای مکانی تحصیل باشد در این طرف کار کنم در این طرف نویسم و بله ورزش هم مشغول شدم تشکر زیاد و تا ویدیو دیگر خیر